اگر که ما بخوایم خطوط حمایت و مقاومت رو توی بازار پیدا کنیم، به سایت تریدینگ ویو مراجعه میکنیم. از قسمت سمت چپ من میام و این خط اکستندد رو انتخاب میکنم تا به صورت بی نهایت این خط رو برای من رسم کنه. خیلی ساده. برای اینکه بیایم یک خط مقاومت رو پیدا کنیم باید بیایم و ببینیم که در کجاها بوده که بازار بیشترین بازگشت ها رو داشته و چند بار بازار با اون خط حمایت و مقاومت برخورد کرده و تونسته بازار رو برگردونه یا روند بازار رو تغییر بده. خب این نمودار روزانه بیت کوین به تتر هست و اگر که من این نمودار یک مقدار زوم آوت کنم میبینید که در این قسمت ما میتونیم یک خط رو تعریف کنیم. من خط رو انتخاب میکنم، یک خط رو اینجا تعریف میکنم. این خط رو میبینید که یک بار نمودار اومده به این خط برخورد کرده و به سمت پایین برگشته، یک بار دیگه هم اینجا برخورد کرده و نتونست این خط رو بشکنه و اینجا تونست این خط رو بشکنه. اگر که بیایم و اینجا رو در نظر بگیریم میبینید که یک خط دیگه هم میتونیم در این قسمت رسم کنیم که نمودار چندین بار بهش برخورد کرده و تغییر جهت داده. میبینید که یک بار در اینجا این خط رو شکسته و به یک خط حمایت تبدیل شده و این خط نمودار رو به سمت بالا هدایت کرده و دوباره این خط شکسته و واکنش های مختلفی رو نمودار به این خط داده. میبینید که اینجا به عنوان یک خط حمایتی عمل کرده. اگر که بیایم سایر خطوط رو بررسی کنیم میبینیم که اینجا هم ما میتونیم یک خط دیگه رسم کنیم. من اینجا همین خط رو رسم میکنم و در این ناحیه هم میبینید که چندین بار نمودار به این خط واکنش نشون داده. و بیایم خط های دیگه رو هم رسم کنیم. این خط رو من افقی میکنم. خب در اینجا هم اگر که یک خطی رو رسم کنیم میبینید که نمودار در چندین جا به این خط واکنش نشون داده، به اینجا برخورد کرده و به سمت بالا برگشته و به این برخورد کرده. در اینجا هم به عنوان یک حمایت عمل کرده و یک خط دیگه هم اگه بخوایم رسم کنیم اینجا هم میتونیم یک خط دیگه رسم کنیم به عنوان خطوط حمایت و مقاومتی. خطوط حمایت و مقاومت به یکدیگه تبدیل میشن و هنگام رسم این خطوط نمیخواد به این قضیه دقت کنیم که حالا این خطوط در کجا حمایتی بودن و در کجا مقاومتی بودن، چون که این خطوط به همدیگه تبدیل میشن. ببینید که این خط هم چند بار به عنوان مقاومت عمل کرده. اگر که عقب‌تر بریم ببینیم چه خطوطی میتونیم پیدا کنیم، میبینید این خط هایی که من در این قسمت بازار رسم کردم اگر که به عقب‌تر هم بریم میتونیم ببینیم که بازار بارها به این خطوط واکنش نشون داده. من به عقب‌تر میرم و میتونید مشاهده کنید که به این خطوط چندین بار بازار واکنش نشون داده و این خطوط همینطور در بازار وجود داشتند. من یک مقدار نمودار رو زوم اوت میکنم تا بتونیم یک سری خطوط دیگه هم پیدا کنیم. این قسمت رو اگر که بررسی دقیق تری داشته باشیم میبینید که یک خط مقاومت هم اینجا میتونیم تعریف کنیم که نمودار رو به پایین برگردونده و روی 19,000 یا نزدیک 20,000 بوده که مربوط به زمانی میشه که قیمت بیت کوین تا 19,000 دلار بالا رفته و در اینجا دیگه به این خط مقاومت قوی برخورد کرده و دیگه کسی فکرشو نمی کرده که قیمت بیت کوین بتونه از 19,000 دلار بیشتر باشه و یک ریزش بسیار شدید رو بعد از اون داشتیم. یکی از خطوط مقاومت بسیار قوی هست و هنوز بیت کوین نتونسته دوباره به این قیمت برسته و زمانی که به این قیمت برسته مجددا با یک سری مقاومت های دیگه ممکنه که روبرو بشه. در اینجا هم یک خط مقاومت دیگر رو میتونیم رسم کنیم و بریم عقب‌تر ببینیم که
آیا بازار قبلا به این خط مقاومت واکنش رو نشون داده یا خیر؟ بله، در اینجا میبینید که چندین بار بازار به این خط واکنش نشون داده. من نمودار رو زوم میکنم، میبینید که چند بار نقشه حمایت و میبینید که چند بار این خط نقشه حمایت کننده رو ایفا کرده. عقب‌تر اگه بریم، تا اینجا نمودار ما هست. این مربوط به اوایل پیدایش بیت کوین هست و میتونیم خطوط زیادتر رو هم رسم کنیم. میبینید که اینجا میتونیم یک خط دیگر رو در نظر بگیریم که بازار بارها به این خط واکنش نشون داده و چند بار به این خط برخورد کرده. اینجا واکنش نشون داده به این خط و در جلوتر هم میتونیم در اینجا یک سری خطوط دیگر رو هم پیدا کنیم که بازار در قسمت‌های مختلف به این خطوط واکنش نشون داده و همینطور در این قسمت یک سری خطوط دیگر رو میتونیم پیدا کنیم. خطوط رو رسم میکنیم. در این قسمت هم ما یک ناحیه داشتیم که این ناحیه رو میتونیم فعلا با خط رسم میکنیم و حالا توضیح میدیم که دقیقاً این خطوط مربوط به تحلیل تکنیکال کلاسیک هستند و امروزه اکثر تریدرهای حرفه‌ای که توی بازار کار میکنن به جای خطوط مقاومت به ناحیه مقاومت یا حمایت میرسند و میگن که اگر که بخوایم حالت صحیح تری رو در نظر بگیریم برای خطوط حمایت و مقاومت، این خطوط در واقع نواحی حمایت و مقاومت هستند و از یک خط گسترده تر هستند و یک ناحیه رو میتونن در بر بگیرن. خب در این قسمت هم اگر که بیایم و مشخص کنیم خطوط رو، می‌بینید که در اینجا یک حمایت داشتیم. در این قسمت هم یک خط دیگر رو میتونیم رسم کنیم که قیمت 3070 دلار بوده برای بیت کوین و در این قسمت هم میتونیم مجددا یک خط دیگر رو رسم کنیم که بازار چند بار بهش ببینیم در عقب‌تر واکنش رو آیا داشتیم نسبت به این خط. خیلی واکنش رو نداشتیم این خط، بنابراین این خط رو پاک میکنیم. ببینیم که دیگه چه خطی رو میتونیم پیدا کنیم. یک خط هم در اینجا میتونیم رسم کنیم. خب این خطوط حمایت و مقاومت ما در بازار هستند که مرتب به همدیگه تبدیل میشن و هر کدوم از این خطوط حمایت و مقاومت در واقع یک میشه گفت که قدرت‌های متفاوتی با همدیگه دارن و قدرت اونها برمیگرده به این قضیه که توی اون ناحیه تعداد افرادی که این ذهنیت رو دارند چقدر زیاد هست و اگر که در ناحیه‌ای مثلا فرض کنید در این ناحیه قیمت 19,000 دلار که یک خط مقاومتی قوی هست، تعداد افرادی که فکر می‌کردن که قیمت بیت کوین دیگه از 19,000 دلار بیشتر نمیصرفه و گران هست و بعد از این قیمت بیت کوین کاهش پیدا خواهد کرد، تعداد این افراد بسیار زیاد بوده و یک خط مقاومتی بسیار قوی رو تشکیل داده که بعد از برخورد نمودار به این خط در اینجا پوزیشن های فروش افراد در واقع اومده و عمل کرده و بیت کوین های خودشون رو فروختن و به دلار تبدیل کردن و بیت کوین در بازار زیاد شده و همین عامل باعث میشه که عرضه بیت کوین در بازار زیاد بشه و قیمت بیت کوین و هر کالای دیگه‌ای کاهش پیدا کنه. و خطوط مقاومت دیگه رو میتونیم بگیم که در واقع اینها خطوط ضعیفتری هستند و تعداد افرادی که همچین ذهنیتی دارند در این قسمت ها میتونه کمتر باشه. مثلا اگر بیاید و این خط رو در نظر بگیریم، این خط رو در نظر بگیرید، میبینید که یک بار قیمت اومده و این خط رو شکسته و به سمت بالا رفته و دوباره برگشته و یک واکنش هایی به این خط نشون داده.
این خط نسبت به خط 19,000 دلار میتونیم بگیم که یک خطی با قدرت کمتری هست و میبینید که یک خط مقاومت 10,000 دلاری رو بیت کوین داشته که چند بار اگر که یادتون باشه به این خط برخورد کرده و مجددا برگشته و تازگی موفق شده که بعد از چند بار مبارزه با این خط و زدن به این خط رو بشکونه و به سمت بالا بره و زمانی که به سمت بالا رفته دیگه این خط به عنوان یک خط حمایتی بوده و نذاشته قیمت بیت کوین به زیر این خط کاهش پیدا کنه. بنابراین این خطوط حمایت و مقاومتی هست که ما میتونیم توی بازار رصد کنیم. میبینید که در برخی از نواحی تجمع این خطوط بیشتر میشه و به ما میگه که در این نواحی ما یک سری ناحیه مقاومتی و یا ناحیه حمایتی داریم و در یک سری از نواحی تعدد این خطوط کمتر میشه. مثلا در این قسمت رو نگاه کنید که هیچ خط حمایت و مقاومتی سر راه بیت کوین وجود نداشته و زمانی که تونسته خط مقاومت خودش رو بشکنه به راحتی تونسته بالا بره تا به خط مقاومت بعدی خودش برسه و در این قسمت اگه یادتون باشه با یک پمپ بسیار زیاد قیمت بیت کوین افزایش پیدا کرده و زمانی که قیمت بخواد بین این خطوط حرکت کنه میتونه حرکت‌های سریع و راحتی رو داشته باشه و زمانی که به این خطوط میرسه حرکت اون با اختلال مواجه میشه که این اختلال میتونه حالا از حرکت اون جلوگیری کنه و جهت اون رو تغییر بده و یا اینکه میتونه سرعت اون روند رو کم کنه. بنابراین دوستان به بازار برید و در تایم فریم های مختلف، این تایم فریم دیلی بود، در تایم فریم های مختلف مثل روزانه و حتی ساعتی بیاید و این خطوط مقاومت رو بررسی کنید. من تایم فریم خودم رو به 4 ساعته تغییر میدم. میبینید که در تایم فریم های کوتاه‌تر میتونیم ما خطوط بیشتر رو رصد کنیم و کسانی که میخوان به صورت اسکالپینگ و نوسانگیری از بازار شروع به فعالیت کنن میتونن بیان از تایم فریم های کوتاه‌تر استفاده کنن تا بتونن خطوط بیشتر رو رصد کنن. الان ما میتونیم در این قسمت یک خط دیگر رو اضافه کنیم که بازار چندین بار به این خط واکنش نشون داده. همینطور میتونیم در این قسمت هم بیایم و یک خط دیگر رو در نظر بگیریم و به راحتی از این خطوط جلوتر میگیم که چجوری میتونیم استفاده کنیم و استراتژی خرید و فروش رو روی این خطوط بگیریم. برای تمرین این جلسه به بازار زوج ارزهای مختلف برید. بازار تزوس رو من پیشنهاد میکنم که بررسی کنید. اگر که XTZ USDT رو بررسی کنید به این قسمت فول فیچر چارت میریم و بیاید با استفاده از این خطوط اکستندد نواحی مقاومتی رو برای خودتون مشخص کنید تا به راحتی بتونید در جلوتر با تحلیل های مختلفی که انجام میدید از این خطوط استفاده کنید و از این خطوط کسب سود کنید. دوستان تحلیل تکنیکال رو میشه خیلی سخت بیان کرد و میشه خیلی اون رو پیچیده کرد و بیایم ما الگوریتم های مختلفی رو بررسی کنیم، بیایم ایندیکیتورهای مختلفی رو بررسی کنیم. میبینید که اگر لیست ایندیکیتورها رو ما باز کنیم بیش از 100 و 200 استراتژی مختلف و ایندیکیتور ما میتونیم پیدا کنیم، اما این کار اشتباه هست. من توصیه میکنم که همچین کار رو انجام ندید و دنبال روش‌های غیر متعارف و روش‌های گوناگون نباشید. روشی که استفاده میشه و ما قرار از اون استفاده کنیم همین تحلیل‌های بسیار ساده هست که میتونیم یک سیستم بسیار قدرتمند و یک سیستم بسیار کارا رو از همین تحلیل‌های ساده و ابتدایی اما بیسیک و اساسی بیایم سیستم معاملاتی خودمون رو تشکیل بدیم و با داشتن یک سیستم قدرتمند در بازار شروع به کار کنیم تا اینکه بخوایم بیایم و وقت خودمون رو روی ایندیکیتورهای مختلف تلف کنیم و بیایم خودمون رو گیج کنیم بریم حالا الیوت یاد بگیریم یا بریم سایر روش‌های پیچیده رو یاد بگیریم. البته ما ایندیکیتورهایی که از اونها استفاده میکنیم و ایندیکیتورهای بسیار کارا و معروفی هستند رو با همدیگه معرفی میکنیم در جلسات آینده، اما سیستم معاملاتی که از اون قرار در آخر کار استفاده کنیم سیستم پرایس اکشن هست که سیستم پرایس اکشن در واقع تحلیل تکنیکال ناب هست و
تحلیل تکنیکال خالص هست و میاد از همین استراتژی های ابتدایی که ممکنه برای شما ابتدایی به نظر برسه استفاده میکنه و میبینید که چقدر خوب میتونه برای ما توی بازار جواب بده. بنابراین تمرین این جلسه رو دوستان انجام بدید و فایل های خودتون رو بفرستید. فایل های خودتون رو از بازار تزوس تتر برای من اسکرین شات بگیرید و این خطوط مقاومت رو به اینستاگرام من بفرستید و بعد به سراغ دیدن جلسات بعدی برید. تا جلسه بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. ذهنتون هوشمند، تجارتتون سودمند و روی لب‌هاتون لبخند. خدا نگهدار.